استاد یک سوال داشتم، یک روشنی میانداختید. همین نمازی عید در روز جمعه میراتد، اکثریت مردم شاید درست فهمیده باشند نماز عید میروند ولی نماز جمعه نمیروند. در اوید همین چیز یک روشنی میانداختید. روز عید پیامبر صلی الله علیه و سلم اون دیهاتی ها را گفتن که اگر شما به نماز عید آمده باشید حاجتی به جمعه آمدناتان نیست گفتن. یعنی به جمعه نبیایی هم میشد، لیکن اگر هفته به جمعه بیاد پیشین ساقط میشد. لیکن جمعه در مسجد ها باید شود، امام ها باید جمعه خوانند. روز عید و روز جمعه یک جای شود، در مسجد ها حتما هم نماز جمعه میشد هم عید میشد. لیکن آدمایی که خانش از مسجد دورتر است، در بادیه ها هست، به نماز عید یک بار آمد از خودش تا میرد که پیشین میشد، مثال بگشته به نماز جمعه بیاگوییم مشقت میشد. اگر همین خیر شده ماند گفتن که اجازت هست که در همون محلش پیشین خواند اگر جمعه نداشته باشد. اگر جمعه تان باشد در پیش مسجدتان جمعه خوانید بهترش. 2 رکعت جمعه سبکتر است از 4 رکعت پیشین. الله اعلم. اگر دور باشد مسجد میتونید روزی جمعه عید کنید، دم گیرید، لیکن پیشین ساقط نمیشه، پیشین باید خوانید.